سلام علیکم، ارادتمندم، خیلی مخلصم. دوشنبه 27 ژانویه، ساعت هم چند دقیقه به 6 به وقت محلی هم که 9 و 20 خورده دقیقه تا استارت مارکت زده بشه. دیدگاه من با توجه به روند نزولی پرقدرت اتمام دو لگ، نظرم اینه که بره بالا به سمت کلوز نیویورک. حالا میتونه بیاد مجدد این کف ناحیه افتیار ما رو ببینه یا روی کف کانال اوور بزنه، بک کنه بالا با فیک زدن داخل کانال ما بتونیم بای بزنیم. روی ناحیه‌های مختلف میتونید تصمیم گیری کنید. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بیشتر من دیدگاهم اینه که قیمت این ناحیه رو بشکنه بیاد تو این نواحی پایینی بتونم بای بزنم. سل اینجا یکم ریسکی، اگه سلم بزنم میتونم با یه استاپ معکوسشو بگیرم. خب کمتر از 5 ثانیه دیگه بازار شروع به کار خواهد کرد. قیمت داره یه حرکت میزنه، سقف شادو رو رد کنه من وارد معامله خرید میشم. همینجا خیلی فاصله گرفت، اما با توجه به دیدگاه من ناحیه خوبیه، میتونم باهاش همسو باشم. خب طبق دقیقا توضیحی که دادم خودم هم به همون سناریو پایبندم. تارگت 2 من تاچ شد، استاپ هم میذارم روی 2، یک کمی حرکاتم ضعیفه. خب ببینیم تا کجا میتونیم باش بریم. میریم رو 3، میریم روی 4، دیگه بالاتر هم بده باش همراه میشیم. میبینید سقف کانال رو، سقف کانال برای من پاسخگوه. من تارگت خوبی گرفتم. 2 روز معاملاتی ما انگار الان دیگه برگرده پایین تاچ کردم. خب همچنان باش حرکت میکنیم. الان تارگت 5. خب تارگت 5 من فری کردم و تمام. تک معامله من چه تارگتی زدم در سود. استاپ من تاچ شد، فوق‌العاده بود. امروز رو جوری تارگت زدیم که نزدیک به 150 پیپ روی داو جونز. امروز فوق‌العاده بود برای من، چه طلا چه داو جونز عالی بود. سناریو رو دیدی، طراحی رو دیدی، نوع کانال کشی رو دیدی. اینا همش برمیگرده به شناخت بازار، کانتکست بازار و فراکتال بازار. بازار رو اگه صورت فراکتالی بتونی بررسی کنی میتونی نواحی رو درست رسم کنی. خیلی‌ها اشتباهاً کانالشون این بوده، سقف کانال رو اینجا رسم میکنن، میان کف کانال هم اینجا میگن خب دیگه روی این سقف قراره برگردیم. نتیجه این میشه که من کانالم اینقدر دقیقه که دقیقاً قیمت رو سقف کانال تارگت گذاری من اتفاق میفته. این رو هم ببین چقدر خوب بود. ورود، تارگت، تک معامله. خیلی مخلصم. خب خیلی مخلصم، روز خیلی خوبی بود، خسته نباشین. تک معامله من و نتیجه رو هم که دارید میبینید. من هر روز 60 پیپ باید سود به دست بیارم. امروز 2.5 برابر به دست آوردم، یعنی من 1.5 روز جلو هستم از مارکت و میتونم حتی فردا رو ترید نکنم. مخصوصا امروز که خیلی روز درخشانی بوده، فردا باید یه پس گردنی از بازار بخورم. من همین تو این روزا یه مقداری حجم میارم پایین‌تر که اتفاق ناگواری نیفته. یاد بگیرید دیگه، بازار هر روز قراره سورپرایزتون کنه، یه جایی از اونوری باهاتون برخورد میکنه. بگذریم. خیلی از تریدرها منتظرن این سقف بشکنه وارد معامله خرید بشن. من به محض برخورد، میدونید دلیل ورود من این کف چیه؟ یاد دارم کانال بکشم، یاد دارم ترند بکشم، میدونم اسپایک رو میکشم، منتظرم اسپایک بعدی شکل بگیره. میبینم لگ اول لگ دوم کامل نشده، این بازار بدهکاری داره تا سقف استوری بعد. میدونم کلوز نیویورک جاییه که قیمت میتونه بهش برخورد کنه. کلوز نیویورک هم اندازه و همسان شده با کلوز گلوبال و کف روز قبل. 3 تاییدیه ناحیه‌ای دارم که قیمت میتونه خودش رو تا اون بالا بکشه. خب چرا نباید منتظر برخورده بهش باشم؟ پس طبیعتا تو این ناحیه با توجه به دیدگاه کفای بالاتر و بهترین ناحیه رو ورود میکنم. این بهترین ناحیه دیگه تجربه منه که میتونم اینجا ورود کنم، وگرنه روی این ناحیه شکست سقف استاپ پشت میتونستی تارگت 2 تا در هر جایی بگیری. خیلی مخلصم، امیدوارم از این لایو ترید ها استفاده رو ببرید. من برای اثبات خودم این لایو تریدر رو نمیذارم، این کار هر روز منه. میخوام ازش نکته به دست بیارم. میتونم اینا کلاس فرند بذارم فقط دوستان دانشپذیرمون استفاده کنم، ولی عمومی میذارم استفاده کن. نوش جونت. ثبت نامم ندارم، دورم دیگه ندارم تا اردیبهشت. با خیال راحت ببین 4 تا نکته ازش به دست بیار، حب و بغض و گارد تو بذار کنار.